سلام بچه به قسمت دوم آلتیوس ملی پادکست خوش اومدین. من علی تیموری هستم و قراره توی این قسمت ادامه بدیم با Congenital Heart Disease. قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم که همونطور که واضح بود توی اپیزود قبل، من بچه رو مکانیسم و رو فیزیولوژی خیلی مانور میدم. این بچه ها یه چیزی که باعث میشه شما بتونید بهتر یاد بگیرید و همچنین بهتر بتونید به حافظتون بسپرید. یعنی در حقیقت شما اگه مکانیسم قضیه رو بلد باشین، میتونید بچه ها تو ذهنتون چیزهایی که یادتون رفته هم ریکانستراکت کنید. و در حقیقت خودم بچه ها موقعی که برای استفوان میخوندم و همین چند وقت پیش، یعنی خیلی زمان دوری هم نیست، با دیواین اینترونشن پادکست آشنا شدم و این پادکستی بود که بچه به نظر من خیلی سودمند بود برام. و در حقیقت نوعی که بچه من اپروچ میکنم به مسائل و توضیح دادن و اینها در حقیقت ادابت شده هستش از اون پادکست و از اون اطلاعات هم من استفاده کردم و میکنم در اپیزودهای آینده هم. و منظورم اینه که اون قضیه‌ای بوده که جواب داده و به نظر من هم با همین فرمون باید ادامه بدیم. بعد نکته بعدی این که سرعت گفتن من میتونه کم و زیاد بشه. مسلما میتونین سرعت رو زیاد و کم کنید. یعنی ما هممون تا الان انقدر امتحان دادیم دیگه، خدایگان چپوندن غذایا در یک فضای زمانی کم شدیم. یعنی با سرعت 2x و 3x و اینا گوش بدیم که مطالب سریع تموم بشه. در من خودم بچه موقعی که بیشتر پادکست گوش میدم و اینا، معمولا موقعی که کار دارم میکنم، نه که حالا یعنی دقیقا میکس شده با یه چیز دیگه، و برای همین دوست دارم که تون گفتار آرومتر باشه که من بتونم سوالا رو خودم جواب بدم تو ذهن خودم موقعی که دارم گوش میدم. این باعث میشه که اکتیو ریکال پیش بیاد و بعد موقعی که میشنوم خب رینفورسمنتش پیش میاد. این اپروچی هستش که برای همین بچه ها من یعنی اسکریپتی هم ندارم و خودم همینطوری با یک فلو شاید آروم تری میگم. اگه بچه ها میگم دیگه با سناریو خودتون تنظیم کنید. اگه فرصت زمانیتون کمه و یه حالتی که اصلا پشت کامپیوتر نشستین مثلا دارین نگاه میکنین و اینا، میتونید بچه ها تا 2x بذارین، 1.5x راحت میتونید بذارین و گوش بدین. ولی میگم دیگه بستگی به اپروچتون داره. خب ادامه بدیم بچه ها، بریم دیگه، خیلی دیر شد. خب میخوام از تترالوژی آف فالوت شروع کنم. خب تترالوژی آف فالوت بچه ها خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت این میشه most common congenital heart disease که موجب سیانوز میشه در اطفال، در نئونیت به صورت خاص. تترالوژی آف فالوت اسمش روشه، تترالوژیه. یعنی چی؟ یعنی 4 تا رکن داره، 4 تا داستان داره که باید یادمون باشه. اونا رو بچه ها با یه نمانی که در حقیقت پروف میتونید یادتون نگه دارید. PROVE و ای هم الکیه. P بچه ها PS در حقیقت پولمونری استنوزیس، R بچه ها RVH، O overriding aorta و V هم VSD. نکته‌ای که برای پولمونری استنوزیس اینا میخوام اشاره کنم و فوکس بیشتری کنم روش اینه که در حقیقت اینجا نوع پولمونری استنوزیسی که داریم بچه ها مثلا کلسیفاید شدن دریچه نیست. یعنی اون اتفاقی نیستش که توی مثلا آورت پیش میاد در سن بالا، در بالای مثلا 65 سال 70 سال اینا. اینجا بچه ها در حقیقت پولمونری استنوزیسی که داریم اینفندیبولار هست. یعنی در حقیقت یه نوع تنگی هستش که تنگی داینامیکه. ما موقعی که مثلا خود دریچه کلسیفاید بشه، تنگیمون تنگی داینامیک نیست، این دیگه تنگ. ولی بچه ها در اینجا به خاطر اینکه در حقیقت
outflow tract-مون مشکل داره در رایت ونتریکل، اینجا تنگیمون تنگی چیه؟ داینامیک. اگر از شما بپرسن تو سوال که تترالوژی آف فالوت با چه بیماری دیگه ای اسوسییشن داره، چی جواب میدین؟ خب امیدوارم جوابتون باشه سندروم دی جورج. سندروم دی جورج از این بابت اهمیت داره که توی اینا دقیقاً دیلیشن 22q11 دیگه. تو اینا دیلیشن که انجام میشه و این داستانا، تو این سندروم دقیقاً تیموس مشکل داره. تیموس مثلا هایپوپلازی ممکنه باشه یا کلا تشکیل نشده باشه. دیگه پاراتیروید میتونه مشکل داشته باشه که پاراتیروید هم دقیقاً چیه؟ هایپوپلازیه یا نیستش، پاراتیروید تحتانی داره. و این باعث میشه که دقیقاً اینا هایپوکلسمی بگیرن. هایپوکلسمی که اینا میگیرن با چه مکانیسمیه؟ اگر شما بپرسن که سطح PTH اینا چجوریه، چی میگین؟ مسلما سطح PTH اینا کمه، چون دقیقاً خود پاراتیرویدمون داره تشکیل نشده و از این داستان. پس هایپوکلسمی یادتون باشه، تیموس یادتون باشه و مشکلاتی که دقیقاً همین left ventricle outflow tract میتونه داشته باشه. اون هم بچه اسوسییشن داره، یعنی جزئی هست میتونه باشه از همین سندروم دی جورج که در حقیقت outflow tract آنومالی هایی که در حقیقت ما توی left ventricle داریم دو حالت میتونه باشه. یکیش بچه همینجاست، تترالوژی آف فالوت، و یکی دیگه هم بچه هست persistent truncus arteriosus. اگه یادتون باشه گفتیم اپیزود قبلی که ترانکوس آرتریوزوس اون چیزی بود که تبدیل میشد در نهایت به دیواید میشد به دو تا قسمت، دقیقاً پولمونری آرتری و آورت، و اگه اون باقی بمونه اسمشو میگیم چی؟ persistent truncus arteriosus. خب بچه بریم سراغ دیگه نکات های ییلد، بریم سراغ نکات خیلی های ییلد از تترالوژی آف فالوت. بچه نکته خیلی مهم اینه که بچه اینا سیانوز دارن یا نه. اگر از شما بپرسن سیانوزی که در تترالوژی آف فالوت هستش کی ایجاد میشه، چی میگین؟ آیا میگین از نئونیت بودن ایجاد میشه یا از کودکی ایجاد میشه، سن بالاتر مثلا؟ این کاملا بستگی داره، یعنی دو حالت اینا میتونه باشه. میزان سیانوز اینا و شدت سیانوز اینا بچه‌ها ارتباط مستقیم داره با میزان تنگی دقیقاً PS شون. یعنی هر چقدر بچه‌ها اون گفتم پولمونری استنوزیس اینا شدیدتر باشه بچه‌ها، سیانوز اینا هم چیه؟ بیشتره. پس بچه‌ها این نکته مهمی. حالا فرض کنید که بچه‌ها طرف سیانوز داره، حالا سیانوز هم به هر حال داره دیگه، شانتش از چه شانتیه؟ شانت راست هستش به چپ، درسته؟ اوکی. اگر از شما بپرسن که مریض چه سناریوی شایعی میتونه داشته باشه، اینا چی باید فکر کنیم، چی باید جواب بدیم؟ باید بگیم که اینا چیزی دارن به نام تتسپل. تتسپل بچه ها بسیار بسیار مهم، یعنی هم مکانیسمش هم این که چی هست و فیزیولوژیش. تتسپل یعنی چی؟ اگه یادتون باشه گفتم که پولمونری استنوزیس بچه ها داینامیک تنگیش اینجا میتونه کم و زیاد بشه. پولمونری استنوزیس بچه ها کی زیاد میشه؟ میتونه بچه ها موقعی که زیاد میتونه چند تا چیز تریگر کنه که پولمونری استنوزیسمون تشدید بشه. اون چیه؟ مثلا مثل فیدینگ، مثل کراینگ. اینا بچه ها باعث میشه که در حقیقت ریه هایپوکسیک بشه و ریه که هایپوکسیک میشه در حقیقت ویزو کانستریکشن پیش میاد و مقاومت اونجا بیشتر میشه، و اون مقاومتی که بیشتر میشه خودش باعث میشه که همین الانی که در حقیقت رایت ونتریکل یک افترلود زیادی داره چون در حقیقت پولمونری استنوزیس داره، کارش بدتر شه، کارش سخت‌تر بشه. یعنی چی؟ یعنی
اون در حین تتسپل پولمونری استنوزیسمون تشدید میشه، فشار در نیمه راست قلب رایت ونتریکل بیلداپ میکنه، بالاتر میره و باعث میشه که شدت شانتمون از راست به چپ افزایش پیدا کنه. خب شدت شانت که از راست به چپ افزایش پیدا کنه یعنی خون دی اکسیژنیتد بیشتری داره وارد لفت ونتریکل میشه ها. پس توقع داریم سیانوس چی بشه؟ بیشتر بشه. خب پس همین اتفاق هم در حقیقت میفته. در حقیقت تتسپل تعریفش اینه، حملات اپیزودیک در حقیقت سیانوز رو میگیم توی همین تترالوژی آف فالوت که گفتیم تریگرش چیه؟ کراینگ میتونه باشه، فیدینگ میتونه باشه، چه میدونم از این داستانات. اوکی. خب حالا اگر از شما بپرسن که موقعی که این مریض با تترالوژی آف فالوت مثلا دوچار تتسپل میشه، ما میتونیم چیکار کنیم یا چه چیزی یاد بدیم به اون کرگیورشون که اینا انجام بدن، یا حتی خود بیمار هم یاد میگیره کم کم اینا انجام بده. امیدوارم جوابتون این باشه که اگه سن اینا بالاتر باشه اسکواتینگ، یعنی که چنباتمه بزنن ها. اگر سن اینا نئونیت و اینا باشه، اینا رو خودشون ما پوزیشن بدیم، یعنی زانو رو خم کنیم بیاریم توی قفسه سینه. خب این چه اتفاقی میفت؟ این خیلی مهمه، این بسیار هاییلده که بدونیم. خب موقعی که زانو رو بچه خم میکنیم میاریم بالا، این شریان‌های فمورال و این داستانا به هر حال داره فشرده میشه نه؟ و این شریان‌های فمورال که فشرده بشه چی میشه؟ خب اینا خودشون از آورت میان دیگه نه؟ انگار مقاومت، انگار رزیستنس تو آورت، یعنی سیستمیک در حقیقت رزیستنسمون چی؟ میره بالا. و این یعنی چی؟ یعنی افترلودمون برای لفت ونتریکل رفت بالا. افترلود بچه ها موقعی که برای لفت ونتریکل میره بالا چی میشه؟ فشار بیلداپ میکنه روی لفت ونتریکل دیگه نه؟ و این فشاری که روی لفت ونتریکل افزایش پیدا میکنه باعث میشه که شانتی که داشت میومد همینطوری از راست به چپ و خون تیره رو داشت میریخت تو بطن چپ کمتر بشه. درست؟ پس مکانیسم اسکواتینگ یا همین زانو بیاد تو قفسه سینه چجوری باعث میشه که در حقیقت سیانوز اینا بهتر بشه؟ میگیم که در حقیقت افترلود زیاد میشه برای بطن چپ و این افترلود که زیاد میشه باعث میشه که فشار در بطن چپ بره بالا و شانتی که داشته از راست به چپ انجام میشده کمتر انجام بشه. قبول؟ این بچه ها دوتا پدیده و مکانیسمش رو دونستن بسیار بسیار مهم. اگر از شما بپرسن که بیماری که تترالوژی آف فالوت داره سمعش چی داره چی میگین؟ امیدوارم بگین که سوفل داره. حالا سوفلش چجوریه؟ سوفل اینا بچه ها ناشی از در حقیقت هم میتونه VST باشه ولی بیشتر بچه ها در قدم پولمونری استنوزیسشون هستش. سوفل اینا بچه ها یه سوفلی هستش که هارش هست و کرشندو دیکرشندو. پس سوفل هارش هست، کرشندو دیکرشندو در کجا؟ در سمت چپ استرنوم در قسمت بالاتر آپرشن که میشه همون پولمونری. اگر یه ریویوی بخوایم بکنیم که کدوم سیستولا بودن که کرشندو دیکرشندو بودن چی میگین؟ اول بگیم کرشندو دیکرشندویی داشتیم که اصلا دیاستولی باشه؟ نه، توی هیچ امتحانی ما نبود. خب نداره. ولی کرشندو دیکرشندویی داریم که بچه ها میتونه چی باشه؟ سیستولیک باشه. همشون هم بچه ها مکانیسمش یکیه، یعنی اگه فکر کنید بهش یکیه. اونا چیه؟ یکی که همین پولمونری استنوزیسه. چرا پولمونری استنوزیس؟ برای اینکه خب رایت ونتریکل فرض کنید داره منقبض میشه، در هنگام سیستول خون رو با فشار میخواد بده بیرون از یه دریچه تنگ مثلا و مسلما فشار بیلداپ میکنه، توربولنس زیاد میشه، میره بالا مرمر و میاد پایین تا در نهایت دریچه بسته میشه و مرمر تمام میشه. قبول؟
پس سوفلمون شد یه سوفل سیستولیک کرشندو دیکرشندو در پولمونری استنوسیس. حالا همینو بذار شما آورتیک استنوسیس، همین نمیشه؟ فرقی نمیکنه، آورتیک استنوسیس هم همینه، درسته؟ اونم کرشندو دیکرشندو سیستولیک. اگر به شما بگن سوفل مثلا تنگی مثلا چی اسمش، هایپرتروفیک مثلا کاردیومیوپاتی، هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی که بچه‌ها در حقیقت ابستراکشن در حقیقت اوتفلو ترکت لفت ونتریکل رو داشته باشه، دوباره سوفلش چجوری خواهد شد؟ مثل آورتیک استنوسیس دیگه، یعنی کرشندو دیکرشندو. فرق میکنه چیا زیادش میکنه چیا کمش میکنه، ولی نحوه سوفلش همونه، چون تنگ دوباره اونجا کرشندو دیکرشندو. اینجا گفتیم تترالوژی آف فالوت، دوباره اینفندیبولار در حقیقت پولمونری استنوسیس داریم، نه دوباره چی؟ کرشندو دیکرشندو. ولی مهمه که اینا رو از هم افتراق بدیم. یکیش که مسلما اون چیزایی هستش که سوفل رو افزایش و کاهش میده که فعلا نمیخوام توش برم، اون خود برم توش این اپیزود حالا طول میکشه. ولی لوکیشن اینا رو بیا الان بگیم. کرشندو دیکرشندوی آورت خودش کجاست؟ راسته یا چپه؟ امیدوارم بگین در راسته و ردییت هم میکنه، انتشار میکنه به آگزیلا. پولمونری استنوسیس چی؟ امیدوارم بگین چپ. تی او اف هم که همون بود اون هم چپ. هر دوتا این هم چیه؟ چپ بالاست. ولی در مورد هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی این کجاست؟ اون هم استرنوم چپه ولی در قسمت پایین، یعنی لور استرنوم. خب بچه من فکر میکنم که نکات تترالوژی فالوت رو خیلی خوب گفتیم کامل. بریم ادامه بدیم با بیماری بعدیمون که در حقیقت هستش هایپوپلاستیک لفت هارت سیندروم. این بچه خیلی قضیه سختی نیست یاد گرفتنش، اسمش روشه. لفت ونتریکلمون بچه چی شده؟ هایپوپلاستیک شد، یعنی خیلی رشد نکرد. همزمان بچه مایی که ما دقیقا لفت ونتریکل هایپوپلاستی داریم، اختلالات میترال آورت هم داریم و معمولا اینا تنگی هایی دارن از نوع دقیقا از همون اوتفلو دقیقا ترکت ابستراکشن دارن، میتونن داشته باشن دقیقا. اوکی، پس اینا اتفاقاتیه که بچه ها توی این HS میفته. نکته که میخوام اضافه کنم برای اینه که بچه سیانوز و اینا الزاما ندارن. سیانوز فقط موقعهایی ایجاد میشه که بچه تنگی که گفتم در مورد چپ باشه، تنگی در حقیقت اوتفلو چپش و اینا شدید باشه. اینا هم بچه یادتون باشه نیاز دارن به PDA برای اینکه باز بمونه. اوکی، PDA اینا نباید بسته بشه، اینو ما بعداً باهاش کار داریم. اینا بچه اگر از شما بپرسن سوفل اینا در زمان تولد چجوریه، چی میگین؟ خب سوفل اینا بچه میتونن داشته باشن سوفلشون، ولی مینیماله، برای اینکه بچه بطن چپشون دقیقاً هایپوپلاستیکه. خب اونقدر زور نداره که بتونه توربولانس زیادی ایجاد کنه که سوفل بده. قبول؟ پس بچه برای همین سوفل اینا چیه؟ کم. استو اینا چجوریه بچه؟ استو اینا هم دوباره سینگل. دلیل استو سینگلش هم دوباره همونه، آورتشون مشکل داره ها. استوشون پس چی میشه؟ سینگل میشه. اینا بچه سیانوز گفتیم میتونن داشته باشن و شانتشون از کدوم ور به کدوم وره؟ راست به چپ. کلا یادتون باشه سیانوز از بعد همیشه داشته باشن، شانت چیه؟ راست به چپ. خب تا الان یه ریویوی داشته باشیم. اونایی که بچه سیانوتیک بودن گفتیم شانتشون راست به چپه، ترانسپوزیشن رو گفتیم، توتال آنومالیو گفتیم، آنومالوس در حقیقت وینوس ریترن بود مال پولمونری، بعد ترایکاسپید آترزیا بود، اپستین آنومالی، همین هایپوپلاستیک بودن بطن چپ بود و تترالوژی آف فالوت. اونایی که در بدو تولد
سیانوتیک نبودن اونایی بودن که شانتشون از چپ به راست بود. اینا میتونستن بعداً به آیزنمنگر تبدیل بشن. یادتون باشه هر چقدر میزان اوورفلوی که در حقیقت توی در حقیقت ریه بیشتر باشه، مثلا وی اس تی مون هر چقدر گنده تر باشه، اینا آیزنمنگرشون زودتر ایجاد میشه ها. مثالاش چیا بود؟ گفتیم ایسیانوتیکا اونایی هم که شنتشون چپ به راسته، مثل PDA، VSD، ASD، AVSD و همچنین پارشیال آنومالوس پولمونری ونوس ریترن. تا الان کدوما بودن که به PDA دیپندنت بودن؟ امیدوارم بگین ترایکاسپید آترزیا، توتال آنومالوس پولمونری ونوس ریترن و ترانسپوزیشن آف گریت وسلز و همینطور در مورد هایپوپلاستیک لفت ونتریکل سیندروم. خب بریم ادامه بدیم. یه استراحت کوچیکی فکر میکنم بکن. چشم تو رام خود نمودم باز دل رمیده را دست مکش، به موی او مات مشو، به روی او تا نکشد به خون دل دامنه دیده تو را دست مکش، به موی او مات مشو، تا نکشد به خون دل دامنه دیده تو را، دیده تو را. خیلی خوب ادامه بدیم بچه. بیماری های کانجنیتال قلبی رو میخوایم از بیماری بعدیمون بگیم که در حقیقت هست Persistent Truncus Arteriosus. گفتیم Persistent Truncus Arteriosus بچه با چی ارتباط داره؟ امیدوارم بگین دی جورج. درسته؟ با اینجا بچه ها ارتباط داره. در مورد بچه ها Persistent Truncus Arteriosus بچه ها اتفاقی که میفته در حقیقت ترانکوس آرتریوزوسمون که قراره تبدیل بشه در حقیقت دیواید بشه به صورت اسپایرال، تبدیل بشه به آورت و پولمونری آرتری، این اتفاق براش نمیفته، این میمونه ها. پس در حقیقت ما یه میکسی اتفاق میفته بین اون چیزی که بین آورت و در حقیقت پولمونر هست. درسته؟ انگار یه دونه داره خارج میشه از هر دوتاش. و مسلماً فکرم که بکنید باید اینا یه VSD داشته باشن. اصلا منطقیه دیگه، این دوتاش داره میگیره ها، پس VSD رو داره. دلیل اینم که بچه تو ترانکوس آرتریوزوسشون بچه خون میکس داره میاد بچه، به همین دلیل اینا سیانوز داره و سیانوزشون هم چیه؟ از بدو تولد. اگر از شما بپرسن که استو اینا چجوریه، چی میگین؟ میگین خب استوشون مسلماً سینگل. چرا سینگل استو دارن؟ برای اینکه خب یه دونه دارن دیگه. استو ناشی از بسته شدن آورت بود و پولمونر. درسته؟ خب ما که ندارن دوتاش یه دونه است به هم چسبیده فیوز شده با هم، یعنی فیوز شده که نه، انگار یه دونه است که دیواید نشده با هم، مسلما ما سینگل استو داریم. بریم بیماری بعدی که این خیلی مهمه و میگم نکات هایلیشو. بیماری بعدی اون بچه هست کوارکتیشن آف آورت. کوارکتیشن آف آورت یعنی چی؟ کوارکتیشن اصلا یعنی چی؟ کوارکتیشن بچه یعنی تنگی آورت. تنگی آورت بچه میتونه حالتهای مختلف داشته باشه. میتونه بچه این تنگی آورت اکچولی کانجنیتال باشه، میتونه هم کانجنیتال نباشه، یعنی اکتسابی باشه. یه مثالی که البته میگم ما الان داریم راجع به کانجنیتالی صحبت میکنیم و مثلا سیانوز و اینایی هم که بگیم راجع به کانجنیتال، خب اون اکتسابیش فرق میکنه. یکی از حالتهایی که بچه به در حقیقت تنگی آورت باید فکر کنید و اکتسابی باشه و مثلا سوال به شما بگی مثلا خانوم جوان مثلا ایژین، بلا فاصله باید بگین چی؟ تاکویاسو. درسته؟
توی بچه واسکولیت در حقیقت تاکایاسو اتفاقی که میفته اگه یادتون باشه ایژن فیمیل بود، سنشون معمولا کم بود، زیر 50 سال بود، درسته؟ و اینا تنگی آورت میگرفتن، درسته؟ یه واسکولایتیس بود. بهش میگفتن چی؟ پالسلس دیزیز. یادتون میاد؟ پالسلس دیزیز. این بچه کیورد بسیار مهمیه و دلیل اینم که میگن پالسلس دیزیز اینه که تنگی آورت و این شاخه‌هاش و اینا که انجام میشه در حقیقت نبض‌های دستا میره. خیلی خوب. حالا برگردیم بچه ها، فوکسمون رو برگردونیم سمت کارکتیشن آورتی که کانجنیتال باشه. کارکتیشن آورت بچه ها میتونه بچه ها قبل داکتوس آرتریوزوس باشه، میتونه بعدش. داکتوس آرتریوزوس کجا میریخت؟ امیدوارم بگین که توی در حقیقت بعد از توی قوس آورت بعد از لفت سابکلیویان میریخت، درسته؟ اگر این تنگی که در کارکتیشن آورت هست قبل این پی دی ای باشه یا بعدش باشه، این متفاوت، میگیم پریداکتال و پست داکتال. در مورد اینفانتایلش، یعنی اون حالتی که ما بیشتر تو نوزادا میبینیم، اون حالتیه که پریداکتال هست. قبول؟ پس پریداکتالش اون حالتیه که اینفانتایل. همون حالت هستش که بچه نیاز داره به پی دی ای. چرا؟ او فکر کنیم. ببینیم بچه ها، آورت انگار داره از بطن چپ خارج میشه، شاخه هاشو داد، براکیوسفالیک و لفت چی اسمش کامن کارتید و لفت سابکلیویان، اینا رو داد، مشکلی هم نبود. خونه هم چیه؟ خونه اکسیژنیتدیه که از بطن چپ داره میاد و میرسه اونجا. یهو بعد از این داکتمون، یعنی کجا؟ یعنی بعد از سابکلیویانمون فرض کنین تنگ شد آورت. حالا آورتمون که بعد از سابکلیویان تنگ بشه چه اتفاقی میفته؟ obviously خونه کمتری داره به اندام تحتانی میرسه دیگه تا فوقانی. انگار ما یه لوله‌ای داریم که بستیمش، قبلش فشار میره بالا، بعدش فشار میاد پایین. خب همین اتفاق هم اینجا میفته. یعنی ما بلاد پرشرم در اندام فوقانی و سر میره بالا، هایپرتنشن میگیره. در اندام تحتانی چی؟ نبضا ضعیف و تأخیری و اینا. کیوردی که باید یادتون باشه میگن femoral pulse delay. گفتیم اینا به PDA نیاز دارن بچه. خب یه دقیقه به PDA بچه ها نیاز دارن، گفتم در نوع پریداکتالش هستش که به PDA نیاز دارن اوپن باشه. برای چی؟ برای اینکه اون بسته باشه بچه ها دیگه خونرسانی انجام نمیشه و باید PDA باشه که این اکسیژن خونرسانی رو انجام بده. در مورد بچه ها دو تا اسوسییشن هم که مهمه یادتون باشه برای کارکتیشن آف آورتا بچه ها، یکیشون هست ترنر که خیلی مهمه. چجوری بود؟ 45 XO بود. اینا معمولا اینا خب فیمیل بودن که قدشون چجوری بود؟ کوتاه بود، پره گردنی و دیگه ادامه بدن دیگه. اینا مهم. و همچنین بچه ها اسوسییشن داره با بایکاسپید آورتا. خود بایکاسپید آورتا هم بچه ها یادتون باشه اسوسییشن داشت با چی؟ تنگی دریچه آورت در سن پایین. یادتون باشه تنگی آورت در سن اشل 75-80 اینا میگیم ایج ریلیتد، ولی اگه مثلا 40 باشه طرف، خب توقع ندارین دیگه، احتمالاً این چی بوده؟ دریچه بایکاسپید داشته، این دو لختی بود. دو لختی هم نمیدونم، همون دوتایی بود. اوکی. اینا بچه ها گفتیم PDA دارن، یعنی PDA نیاز دارن و PDA هم هست چون تنگه دیگه، باید این خون برسه از یه جایی. موقعی که بچه PDA باش و بریزه توی اینجا چه اتفاقی میفته؟ میاد PDA میاد کجا میریزه؟ بعد از سابکلیویان میریزه، درسته؟ خب موقعی که بعد از سابکلیویان میریزه یعنی تو آورت داره خون میکس میشه، اون پایین یعنی قوس آورت، یعنی نزولی داره میکس میشه تازه ها. پس انگار اندام تحتانی سیانوز داره یا اندام فوقانی؟ امیدوارم بگین اندام تحتانی دیگه. قبول؟
پس یادتون باشه کارکتیشن آف آورتا بچه ها، اندام فوقانی بلاد پرشر بالا، اوکی، پالسا قوی و این داستانا، سیانوزی هم نداریم. اندام تحتانی چی بچه ها؟ پالس ضعیف بود و سیانوز هم داریم. نکته بعدی بچه ها توی چس اینا هم بچه ها میتونه بچه ها یه نمایی ایجاد بشه، نمایی عدد 3 که دقیقا همون تنگی آورته که نمای 3 ایجاد میکنه. خیلی من ندیدم راست رو بخوام بگم سوال دیرکت بیاد از این، حالا ولی ادامه بده. یه نکته دیگه هم که دوست دارم اضافه کنم اینه که بچه ها دقیقا کارکتیشن آف آورتا یکی از علتهای دقیقا سکندری هایپرتنشن میتونه باشه دیگه ها. قبول؟ بهش فکر کنید. پس کارکتیشن آف آورتا میتونه یکی از دلایل سکندری هایپرتنشن باشه. از طرف دیگه گفتم که بلاد پرشر اینا کجا زیاده؟ تو قسمت فوقانی. بلاد پرشر مغز و اینا کرونیک زیاد باشه چی باش اسوسییشن داشت؟ امیدوارم بگین بری انوریزم، ساکولار انوریزم. اوکی، این از کارکتیشن آف آورتا که گفتیم که اینا دیفرنشیال سیانوزشون مهم بود. حالا بریم سراغ persistent pulmonary hypertension of newborn. خب چه اتفاقی میفته تو اینا؟ ما گفتیم که در زمان جنینی مقاومت در پولمونری بچه ها چیه؟ زیاد. بعد تولد بچه ها مقاومت باید کم بشه. خب تو اینا این اتفاق نمیفت، یعنی این مقاومت توی در حقیقت ریه زیاد میمونه. خب چی میشه که زیاد میمونه؟ بعد از تولد چه اتفاقی باعث میفته که باعث میشه که مقاومت کم بشه؟ خود مکانیسم تنفس، یعنی اکسیژنیشنی که اتفاق میفته توی ریه باعث میشه که ویزودایلیشن اتفاق بیفته و مقاومت کم بشه ها. ولی بچه ها موقعی که مثلا مریض مثلا چه میدونم یک بیماری زمینه‌ای یه ریس فاکتوری داشته باشه، مثلا مکونیال مثلا آسپیریشن داشته باشه، یا مثلا خود پنومونی داشته باشه، یا مثلا چه میدونم حتی مثلا هرنیه مثلا دیافراگم داشته باشه ها، یه حالتایی که بچه اینا ریس فاکتورش میتونه باشه ها، هایپوکسی بکشه ریه. اینجاها بچه دقیقاً فشار بچه ها توی ریه بالا میمونه و اینکه فشار توی ریه بالا میمونه یعنی نیمه راست قلب فشار زیاده و اون شانت هایی که بعد از تولد باید بسته میشد، یعنی در زمان جنینی بود از سمت راست به چپ ها، و بعد از تولد به خاطر اینکه نیمه راست فشارش میومد پایین چپ میرفت بالا، اون شانتا بسته میشد، اون اتفاق دیگه نمیفته. اوکی، پس اینا بچه ها به دلیل اینکه مقاومت در چپ در ریهشون زیاده، شانت هایی که از سمت راست به چپ هستش ادامه پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل PDA. خب اگه PDA بریزه اینجا باعث چی میشه؟ سیانوز میشه یا نه؟ مسلما سیانوز میده. حالا سیانوزی که میده به نظر شما اندام تحتانی یا اندام فوقانی؟ امیدوارم بگین اندام تحتانی. چرا؟ برای اینکه دوباره یادتون باشه از چیه؟ از PDA داره این اتفاق میفته. ولی بچه پالسش چطوریه؟ فشارش چطوره؟ پالس اندام تحتانی کمه یا زیاده؟ نرماله؟ چیه؟ اینجا نرماله. قبول؟ پس بچه ما تو کارکتیشن آف آورتا، یعنی این بچه این 2 دقیقه رو گوش بدین، خیلی مهمه. اگر به شما بگن یک بیماری هستش سنش مثلا 15 ساله، این مثلا یه دیفرنشیال دایگنوزیس داره، چیز داره، دیفرنشیال سیانوزیس داره، سیانوز داره در اندام تحتانی ولی اندام فوقانیش نرمال، سیانوز نداره. به چی باید فکر کنیم اینجا؟
حالا معاینه قلبی و اینا هم اضافه میکنیم. اینجا بچه‌ها باید به در حقیقت PDA فکر کنیم، پیتنت داکتوس آرتریوزوسی فکر کنیم که طول کشیده شده و آیزنمنگر توش ایجاد شد. قبول. در اون حالت بچه‌ها یه مثلا کودکی دارین که مثلا آیزنمنگرش ایجاد شده و لاب 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 داستانش ایجاد شده، اندام تحتانی سیانوز داره، اندام فوقانی سیانوز نداره و از طرف دیگه هم پالساش هم اندام فوقانی و تحتانی خوبه. ولی اگه به شما بگن نئونیت، نئونیتی که دیفرنشیال سیانوزیس داره، چی فکر میکنید؟ اینجا باید به 2 تا چیز فکر کنید. اگر اندام فوقانی اگر اندام فوقانی نرمال باشه و اندام تحتانی سیانوز داشته باشه و همزمان بلاد پرشرش هم کم باشه، پالساش حس نشه، به کوارکتیشن آف آورتا باید فکر کنید. آره، که پیریداکتال و لاب لاب لاب. آره. ولی بچه ها اگر اندام فوقانی و تحتانی پالساش خوب بود، فشارش خوب بود، ولی اندام تحتانی تو نئونیت دیفرنشیال سیانوزیس داشت و فوقانی نداشت، به چی فکر میکنیم؟ به PPHN. حالا منظورم از اندام تحتانی منظورم دقیقاً دیستال و اینا نیست دیگه، یادتون باشه دقیقاً سیانوتیک هارت دیزیز ها بچه سنترال سیانوزیس ایجاد میکنن دیگه. اوکی، این تو ذهنتون باشه. و پریفرال سیانوزیس بچه ها توی نئونیت ها بچه ها میتونه توی مثلا ابتدا نرمال هم باشه. خب پس بچه ها ما گفتیم سیانوتیک ها و ای سیانوتیک ها رو، اینو دیگه خیلی ریویو کردیم با هم. فقط یادتون باشه بچه ها اونایی که PDA دیپندنت هستن بسیار مهم. اوکی. PDA دیپندنت ها بچه ها اینا اونایی هن که ما نمیخوایم PDA شون بسته بشه. درسته؟ یعنی باید به چی فکر کنیم؟ به دادن پروستاگلاندین ایوان فکر کنیم ها، آلپروستادیل فکر کنیم. قبول؟ پس تو اینایی که PDA دیپندنت هست بچه ها میخوایم به اون فکر بکنیم. حالا فرض کنیم یه نئونیتی هستش که سیانوز داره، اپروچون باید چی باشه؟ چه تشخیصی؟ چی کار باید بکنیم؟ اول نگاه میکنیم که این سیانوز اینا پریفرال هست بچه ها یا سنترال. گفتم دیگه سیانوزهای اطفال نئونیت بچه ها 1-2 روز اول تا مدت اول بچه ها پریفرالاش بچه ها میتونه اوکی باشه، ولی سنترال مویی که باشه بچه ها اینجا یه مشکلی وجود داره. حالا یا مشکل سنترال مثلا لب باشه ها، موکوز مثلا سیانوز پیدا کنه. اینجا بچه ها مشکل میتونه یا مشکل ریوی باشه یا میتونه مشکل قلبی باشه. اگه مشکل قلبی باشه و سیانوز قلبی باشه به خاطر شانت دیگه، و اگه ما اکسیژن بدیم این اتوستش اونقدر تغییر نمیکنه، یعنی معمولا زیر 10 تا تغییر میکنه. تو تست و اینا مثلا در حد 2-3 تا تغییر میکنه، در حد 5 تا تغییر میکنه، ولی در نهایت زیر 10 تا تغییر میکنه. پس اینجا فکر میکنیم به چی؟ قلبی. و اگه داره این بدتر میشه یعنی نشون میده PDA داره بسته میشه ها، که ما میخوایم PDA رو باز نگه بداریم. پس اگه تو سوال خواستن گولتون بزنن، شما دیدین مثلا سیانوز قلبی و اینا، گول نخورین که مثلا بگن اقدام بعدی چیه، شما بگین که مثلا ما اینو اینتوبه میکنید. نه، اگه ریوی باشه باید اینتوبه کنید، ریوی نیست که، چه قلبی. پس اگه بچه ها به داستان قلبی فکر کردین، یعنی مرمر داره، چه میدونم سوفل زایعی داره، یا مثلا کانجنیتال هارت دیفکت دیگه داره، مثلا میبینی مثلا همزمان صورت مثلا میدلاین اینا مشکل داره، یعنی قلبیه دیگه ها. اینجا بچه یا همودینامیکش استیبل نیست اینا بچه به چی فکر میکنید؟ به کانجنیتال هارت دیفکت های قلبی فکر میکنید که PDA دیپندنت هست و تو اپروچتون بچه ها آلپروستادیل میدین. پس این خیلی مهم. خیلی خب بچه اینم قسمت بعدیمون شد. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره و خوشحال میشم واقعا که تو این مسیر همراه باشین. امیدوارم که براتون استفاده داشته بوده باشه. کلمه سختی بود. همین دیگه. مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی. خداحافظ.